دوستانی که افسردگی دارن لطفا این پست رو تا آخر نبینن. آقا ما رفتیم بالاشتر خونه یه خانومی برای فیلم برداری. تا قبل اینکه بریم داخل همه چی اوکی بود. از در رفتیم تو، دیدیم 2 نفر بلند شدن. خیلی خوش آمدید، خیر مقدم عرض می‌کنم خدمتتون. گفتم نوکرم آقا، فدات شم، عشق منی. رفتیم بالا، درو باز کردن، دیدم یه خانم سمبالایی خوش آمد گفت به ما. به جان مادرم ته خونه رو نمی‌دیدم اینقدر بزرگ بود. راحت میشد 6 به 6 فوتبال بازی کرد اونجا. بعد یهو خود خانم اومد، اسمش مونا بود. یه گفت های، بعد گفتم سلام، خوب هستی؟ شروع کردیم فیلم برداری و دیدیم زنگو زدن. این خدمتکار گفت خانم غذای کایلا رو آوردن. عزیزم اگه زحمتی نیست براتون ببخشید، لطف میکنید اینو شما تحویل بگیرید. این کارت رمزش 371. رفتم اینو تحویل گرفتم، 33 میلیون شد. اومدم به خدمتکار گفتم خانم ببخشید کایلا کیه؟ گفت سگشونه. گفتم سگشونه؟ گفت آره، تازه از پت شاپ یه لباس براش گرفتم 23 میلیون تومان. مثلا کایلا مامان بیا به به آوردم برات، جایزم داره. گفتم خدا حفظش کنه. گفت سلامت باشی، تازه میخوام یه پت دیگه بگیرم بچه‌م از تنهایی در بیاد. برو خانم دور برده زنه قشنگ نگاه کن، ببین گزینه‌های بهتری هم هست. برو خانم من جای دستشویی بلدم، صبح میرم نونم میگیرم. من تو 2 سال 20 میلیون پول لباس ندادم. لباس کایلا 23 میلیون پولشه. حالا که میرم مثلا از درون احساس کنم یک حیوان خونگی درون من.